کاردرمانی، حلقه نهایی درمان در رساندن بیماران به زندگی مستقل و با کیفیت. انجمن علمی کاردرمانی استان البرز. سلام، 1 2 3 امتحان میشه. ببخش به لنز باید نگاه کنم الان. اوکی. فکر کنم اینو دوباره بگم بهتره یکم. پس و پیش گفتم. زمانی بذار یه بار دیگه بگم اگه بهتره. روز کاردرمانی رو یه لحظه صبر کنید. خب میگم موبایلم اصلا نمیدونم کجا گذاشتم. فکر کنم بردم اون اتاقی که داشتم مقرر ارزیابی می‌کردم گذاشتم اونجا. اصولاً هر چیزی که با سلامت انسان در ارتباط باشه از اهمیت خاصی برخورداره. امروز به سراغ شاخه‌ای از توانبخشی رفتیم. حرفه‌ای که نقش مؤثری در بهبود اختلالات جسمی و روانی پیش اومده برای افراد داره. کاردرمانی یه جور فلسفه است، یه جور نگرشه و یه جور نگاه به زندگیه. باعث شد که من خودم توی این سالهایی که دارم کار میکنم با دنیا به صلح برسم. یعنی همه چیز رو اونجوری که هست آدم میپذیره و میتونه به هر حال با نوع نگاه جدیدش به شرایط و زندگی راه خودش رو پیدا کنه و مسیر خودش رو به سوی تعالی پیدا بکنه. با افرادی هم صحبت شدیم که با وجود این که از شرایط موجود ناراضی بودن، متاسفانه یه سری چالش ها برای این رشته در کشور ما وجود داره که خب یه بخشش ناشی از فرهنگ هست و یه بخشش هم ناشی از در واقع هماهنگی هایی که بین سازمان ها وجود نداره. گفتن که شغلشون رو دوست دارن و با عشق وارد این حرفه شدن. اگر علاقه باشه تو هر حرفه‌ای بالاخره اون کار خود به خود آسون میشه. کار ما هم خیلی سختی‌های خاص خودشو داره، چه از نظر جسمی چه از نظر روحی. بالاخره یک سری چالش‌هایی وجود داره و مدام با این چالش‌ها و تنش‌ها ما سر کار داریم، ولی به خاطر اون علاقه‌ای که وجود داره همه این سختی‌ها به نظر من آسون میشه و خودم هم با عشق و علاقه واقعا اومدم توی این رشته. حالا با اون دست، حالا با این دست بیا. تا 3 ماه قبل بلد نبود فعالیت نخ و مهره رو انجام بده، الان یاد گرفته. مهره رو بگیر توی دستت رضا، بگیر توی دستت. کمر، پای راست، پای چپ. از نگاه تبعیض آمیز ارگان‌های مربوطه و عدم حمایت گله داشتن. همونطور که میدونیم کاردرمانی یکی از رشته‌های علوم پزشکیه، ولی درآمدش با سایر رشته‌های علوم پزشکی قابل مقایسه نیست، یعنی خیلی پایین‌تره. اما نهادهای مختلف از جمله اداره مالیات و غیره توقعشون از ما همونقدره، یعنی توقعشون از ما به اندازه همون رشته‌های علوم پزشکی هستش. یا اون عزیزی که ملکش رو اجاره میده به یک کاردرمانگر فرقی براش نمیکنه به یک کاردرمان اجاره داده یا به یک پزشک، به همون اندازه ازش انتظار داره. عدم حمایتی که توی شرایط‌های بحرانی ما نیاز داریم مثلا درمانگرامون حمایت بشن. خب خیلی از درمانگرا توی محیط‌های دولتی کار میکنن، خیلی از درمانگرا تو محیط‌های خصوصی کار میکنن، ولی مثلا توی شرایط‌های بحرانی مثل همون دوران کرونا خیلی از همکارای ما متاسفانه تحت حمایت قرار نگرفتن، از لحاظ حالا چه مالی چه از لحاظ حالا هر لحاظ دیگه سلامت اجتماعی باشه، هر لحاظی باشه متاسفانه تحت حمایت قرار نمیگیرن. نیروهای غیر متخصص رو خیلی داریم که جدیداً بیشتر دارن مداخله میکنن تو کار کاردرمانی، خودشونو به عنوان کاردرمان جا میزنن و خانواده ها هم که خب ناآگاهن، اطلاع درستی ندارن و خیلی راحت بچه رو میسپرن دسته فرد غیر متخصص و میبینیم که چه آسیب هایی به اون بچه وارد میشه. واقعیت اینه که درآمد پایین، عدم پوشش بیمه، عدم آگاهی پزشکان، ورود افرادی که تخصص و شناخت ندارند، مالیات بالا کاردرمانگرها رو دلسرد کرده. بحث سختی کار هست، بحث آسیب خود درمانگران هست، بیمه‌ای هستش که به هر حال متأسفانه خانواده ها رو پوشش نمیده. خیلی از مراجعین ما بیمه هاشون هزینه‌های توانبخشیشون رو پوشش نمیده و این خودش باعث میشه که اونها از تعداد جلساتشون کم کنن و نتیجه میشه که باز یه هزینه اضافه به سیستم تحمیل میشه، برای اینکه خب جای تایمی که باید می اومدن و درمان درست میگرفتن رو
نگرفتن. گاهی وقتا پیش میاد که به هر حال پشت پرده تداخلات بین رشته‌ای اتفاق میفته، به هر حال لابیگریایی میشه که مدالیت‌ها از سیستم کاردرمانی خارج میشه. شناخت عمومی نه تنها از این رشته وجود نداره، بلکه ما تو خود سازمان نظام پزشکی و سیستم بهداشتی درمانی هم ضعیف هستیم و غریب هستیم و ناشناخته. ما خیلی از پزشکا رو داریم که خانواده بهشون رجوع میکنه و بچه واقعا نیاز داره به کاردرمانی، ولی از اونجایی که پزشک حالا یا اعتقادی به کاردرمانی نداره یا مثلا شناخت کافی نداره نسبت به این رشته، اون بچه رو ارجاع نمیده و دوره طلایی اون بچه از بین میره بدون اینکه خدماتی دریافت کرده باشه. کاردرمانگران مجبورن برای تامین هزینه‌هاشون ساعات طولانی کار رو تحمل کنن و در طول روز مراجعه‌های خیلی زیادی رو ببینن و همین موضوع میتونه به هر حال باعث خستگی جسمی و روانی و کاهش کیفیت ارائه خدمات بشه. شغلی که نیاز به حمایت و تغییر نگرش داره. شغلی که آسیب‌های جسمانیش به دلیل فشار کاری بالاست. مسائلی که بیشتر خب علاوه فیزیکی به ما فشار میاره. شما خب فکر کنید که مسائلی مثل کمردرد، زانودرد، فشاری که توی مثلا قسمت مچ‌ها، توی شونه‌ها به ما میاد. شما دست منو ببینی جای جراحی CTS رو دارید می‌بینید. این یکی دست من تقریبا 1 ماه و نیم دیگه وقت جراحیشو گرفتم که بعد برم انجام بدم. سختی کار بهمون تعلق نمیگیره. انسان با امید زنده است و امیدواریم که با توجه به اهمیت بالای کاردرمانی در روند بهبود بیمار، نامهربانی‌های امروزه به این حرفه برطرف و نگاه مسئولین نگاه حمایتی باشه. الان مهاجرت و ناامیدی و یأس توی فارغ التحصیلان این رشته خیلی زیاد شده. حالا یه بخشیش علتش این هستش که خب اون طرف شرایط خیلی بهتر هست خارج از ایران و علت بعدی این که واقعا با اون مقدار فشاری که بهش میاد و زمانی که میذاره به اندازه یک شغل مولد در سطح جامعه واقعا درآمد نداره.